یورون عزیز، من همین نسل نورسیمو این قلعه وای هست خوجند است و داخلی تماشای قلعه خوجند. نسل نورسیمو همین رو نمیدوند چی است در تنه دیوال. این رو سوزنی میگویند. سوزنی این رو با دست بی کلون های ما دوختگی و باور کنید در این همین یک تا سوزنی در بازار جهانی ممکن تا 500,000 دلار خیزد. این رو سوزنی میگن. حالی با دیگر سوزنی هایش رو نشون میدیم. انا این هم سوزنی می باشد. باز دیگر رسم قطعی برای در خانه هایتان از بی کلان هایتان سوزنی موندگی باشد دانسته ماند که وای بسیار چیزی مال تاریخی حساب می رود و قیمتش کلان است. من با یک سوزنی دیگه در اینجا. این سوزنی همین با دست دوخته شده هستن. همینا هر یک گل و گلزارش همینا با دست دوخته شده هستن. مال نهایت قیمت. تکرار میکنم. انا آمدیم به یک قسمتی که اینجا کلاپوش بدستم است. توقی میگیم کمو کلاپوش های اکو چی نیستندگی است راستی که من خونده نمیتونم. در درون این کلام کنیم کنی توقی چتمه. توقی چتمه هم بوده است اینش. توقی ایراقی هم خیلی میپشتین. اسمش هم میگذاریم. توقی دوخوبه گلدوزی اصلی 20. توقی دوخوبه گلدوزی اصلی 20 اینشم میگذاریم اینشته. توقی صدبرگ. من هم دیورون عزیز کدام ده همین قیزیق است. توقی مایده گل گلوش مایده اینجا به توقی پرچه کلان نکنم خونده نمیشد. اونجا هم توقی بسیار بهترین موندگی بینید. و اینش توقی زردوزی. انا هم دیرون عزیز یک قطار توقی ها همجا موندگی میتونید آمده تماشا کنید. قلعه خوجند داخلش نگفتن آمده. اینجا یک خواستیل ارزان هست 100 سومانی بیمالون تازه آزاده حق خوب میکنید. خواستیل معنی آن رو دارد که در یک خانه چند نفر خوشبختانه خانه ای که من آمدم امروز هیچ کس نیست. خودم تو هستم. این نور رو تمام میکنیم. با دیگر نور سر میکنیم. رحمت و دقتتون.